این دوستی منم تولدش 1945 امروز که 15 ماه سپتامبر 2019 هست. این اتفاق در همین روز افتاد. یک ماه پیش اشلاق رفته بود، خانه پدر رفته بود، در همون جا یک ماه ماند. خب با کارهای همون باغش و باغش دوست می داشت و هر سال می رفت و آباد می کرد. در همین مدت یک ماه 500 ربایی نوشته است. این به نظر ما بسیار حیرت آور بود و باور نکردنی. من گفتم که میرزا خیلی گپا نمیشه، در اکادمی خیلی گپا را گفتن، ما دلیل میخواهیم، برهان میخواهیم، خیلی خب گفت من روز دیگر دلیل میبیارم. بعد روز دیگر سه شنبه بود بگمانم میرزا آمد بود، همون چایخونه که نزد وی فلسفه هست در همون جا نشسته بودیم. بعد همون کاغذ کشاد و یک کاغذ کلان یعنی مانند خریطه است که خریطه‌ای که یک خط میره. این میرزا در همون شعر می نوشت تا 4000 5000 صفحه هم جلدایی که میرزا نوشته و جلد چهارم هم اندکی گشت مانده به در شکل دستخط و باقی ماندهش تا 80% کتاب جاویداننامه چهارم به چاپ رسیده است، یعنی چاپ ماشینی رسیده است. همگی یک حدود ممکن که 15-20% دیگر که به چاپ نرسیده است لیکن آماده بود. استاد میرزا باقی‌زاده به طور کلی در همین روزگار ما در فضای فرهنگی یک نفری بود که در مقابل 8 میلیون تاجیکستان به هیچ کس مراسا نکرد، حتی به دوستای نزدیکش هم مراسا نمیکرد. ما بعضا وقت خواهش میکردیم که میرزا کمتر همین سخنان مثلا سنجیده تر گفتن در کار یا فلان تر که با چی خدمت میگم که نه، من هم نظرم دائم همین خیلی است، تا حال همین خیلی میماند. اگر که وقتی که تغییر شد به مصلحت شما هم من میتونم نظرم تغییر کنم. خب همین مسئله را در همین شکل و واقعا هنر شاعری وی، این خاطره وی در همین سین سال، اگر 45 بگیریم هر دومون 45 هم حاضر 74 ساله ایم. در این 74 ساله آدم همین شعرهای بسیار دراز مانند منظومه ها را از یاد میدانست. این شعرهای از اقبال مثلا ایلا خطیره همین هر کلمه‌اش که میگفتی باید دوامش میگفت یا خودش شروع میکرد. این یک پدیده بسیار حیرت انگیز در همین جهان امروز که همه به مادیات مشغولن و معنویات کاسته و میرزا نشان داد در راه فرهنگ، مخصوصا در راه شعر. جای نصرم نوشتگی همین باید نمونه عبرت شود به کسایی که تا امروز گوش به کری میزدن و نمیدانم گرایی میکردن. اکنون بگمانم که این مدتش به آخر رسیده است. اکنون ما به هنر خود به شعر خود جدی‌تر مناسبت کنیم و میرزا در همین راه نمونه بهترین فرهنگی است که ناموس ملی و ناموس فرهنگی این قوم را زنده نگاه داشت و تا آخر در همین راه هیچ قدمی به قفا نگذاشت. روحش شاد باشد. دوست بسیار عزیزی ما و همه فرهنگ‌های تاجیکستان.